میدونی بعضی آدما انگار هیچ وقت خوشحال نیستن. نه اینکه افسرده باشن، ولی یه غمی ته دلشون هست. متولدینی که هیچ وقت خوشحال نیستن. رتبه سوم، ماه بهمن. با اینکه آدمای اجتماعی‌ان، ولی یه حس تنهایی همیشه کنارشون هست. فکر میکنی خوشحالن، ولی همیشه ذهنشون درگیر بوده. ماه دوم، دی. خیلی قوی و جدی هن. ولی هیچ وقت خوشحالیشون رو به کسی نشون نمیده. انگاری که هیچ وقت از ته دل نمیخنده. و ماه اول، آبان. پر از احساسات عمیقن. همیشه دنبال معنای زندگی هن. همیشه یه چی کم دارن که خودشون هم نمیدونن. آیا شما هم جزو این ماهایی؟ حتما تو کامنت ها بهم بگین.